امروز قراره 2 تا از معروف‌ترین ستای ریل تکنیک رو با هم تست کنیم ببینیم ارزش خرید دارن یا نه. سلام بچه‌ها، من هستیم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من خیلی وقت این دوتا رو خریدم ولی تا الان بازشون نکردم که با هم دیگه تستشون کنیم ببینیم کدومشون بهتره. اگه میخواین بدونین این بیشتر به دردتون میخوره یا این، تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. خب میخوام از این شروع کنم. این براش پودرشه، هم میتونین باهاش پودر فیکس بزنید هم رژگونه پودری. اینم که اسفنجشه. با این براش هم میتونین سایه بزنین هم میتونین کانسیلر دور چشمو بزنین. این فعلا نمیدونم برای چیه، بعد روشو بخونم. این براش هم برای محصولات کرمی مثل کرم پودر و کانتور چرم، حتی رژگونه کرمی هم فکر کنم بشه باهاش بزنین. اندازش انقدره که به نظرم خیلی خوبه. خیلی هم نرمه موهاش، ریزش هم نداره. اینم اسفنجش، جنسش خیلی نرمه ولی اینو الان تست نمی کنم، احتمالا توی شورت ویدیو براتون تستش میکنم. این هم براشیه که گفتم نمیدونم برای چیه. روی جعبش نوشته که برای چیه. درست حد زدم، برای محصولات پودریه، برای ست کردن پودر فیکس زیر چشم و برای هایلایت کردن. خب میرسیم به ایشون. اگه دقت کنین یه سری مو از اینجاها زده بیرون، موی بلند میبینین؟ میکشمش تکون نمیخوره، یعنی نریخته، خودش بلنده. یه نفر گفته بود نشونه فیک بودنه، هرچند که اینا اصل نیست ولی حتی با وجود فیک بودنش هنوز استفاده نکردم ولی به نظر خوب میاد. هم دستش کیفیت مناسبی داره به نظرم، هم خود موهاش نرمه کاملا و ریزش هم نداره، تراکم خوبی هم داره به نسبت. فقط با اینش یکم مشکل دارم. خب شروع کنیم. یکم چندش هم میشه از این موها ولی خب دیگه بریم شروع کنیم. فکر کنم داره کرم پودر رو میخوره. من اینو دارم برای کرم پودر. همطور که میبینین موهاش خیلی کوتاه، خیلی هم تراکمش بالاست. اصلا میبینین چجوریه؟ این اصلا نمیخوره کرم پودر رو. از اولم میدونستم، حدس میزدم. یکم به خاطر اینکه موهاش بلندتره، میبینین تراکمش هم یکم کمتره نسبت به اون و موهاش هم بلندتره، برای همین یه کوچولو کرم پودر رو میخوره. پچی شدم، شاید باید بکشم. یه سری موی خیلی ظریف دارم میبینم رو صورتم که از این فکر کنم ریخت. بله، از این موها داره ازش در میاد. راستشو بخوای من زیاد به این اعتماد نداشتم. حس میکردم خیلی چیز خوبی از آب در نمیاد، ولی به خاطر اینکه حس کردم که این ستا کاربردی ترن نسبت به ستای دیگهش، برای همین اینا رو خریدم. ولی خب زیاد رو این حساب باز نکرده بودم. شاید برای کانتور چرب و رژگونه چرب و اینا بهتر باشه، ولی برای کرم پودر پیشنهادش نمیکنم، چون واقعا حس میکنم پچی شدم. بعد اصلا یه سری موهای ریز رو صورتم انداخته. بذار کامل بزنم. فکر کنم بکشی رو پوست بهتر از ضربه‌ایه، میریزه. برای این جاهایی که نیاز به دقت بیشترم داره یکم سخته. الان میخوام حواسم باشه ابروام کرمی نشه، ولی خب دور ابرومو خیلی خوب نمیتونم کرم پودر بزنم. فکر کنم تو دوربین شما دارید بهتر میبینید، خیلی مشخص نیست پچی شدنش و کلا جزئیات بیشترش، ولی من راضی نبودم از این. به نظرم برای کرم پودر نرید سراغ این. بریم سراغ کانسیلر. ببخشید آینه کثیفه، این آینه من نیست. عادت دارم رو آینه بزرگ آرایش میکنم، پس از این راضیم. خوب بلند کرد، پچی نشد، به خاطر اینکه نرمه خیلی برای دور چشم خوبه. من خیلی از این خوشم اومد، چون من با این همیشه کرم پودر و کانسیلرم میزنم. واسه کانسیلر یکم اذیت میکنه پوست اینجامو، برای همین اینو واقعا ترجیح میدم. نرمه، خیلی هم خوب بلند میکنه، کنترل بیشتری هم دارین روی جزئیات. بهتره که زیر چشم و ضربه‌ای و آروم بزنین، خیلی فشار نیارین. راستی فشار زیادی هم
یعنی کلا فشار وارد نمیکنه به چشمتون. استفاده کردن ازش هم راحت. از این خیلی خوشم اومد. اینو پیشنهاد میکنم، واقعا خیلی خوبه. خب حالا میخوام رژگونه مایع بزنم. البته این تینت لب و گونه فلورماره، ولی خب من به هر جایی میزنم جز لب. شماره‌شم 204. درشم میبینید داغون شده به خاطر اینه که چسبشو که کندم یکم جای چسب موند. بعد با پد لاک پاک کن رفتم پاک کنم، کلا گن خورد تو کل درش. از نزدیک ببینین، اگه دوست داشتین بخرینش. ولی میگم روی لب خیلی دوستش ندارم، برای همین کلا رو لبم نمیزنم. میخوام با این بزنم، هرچند کرم پودریه یکم. میخوام ببینم به درد این کار میخوره یا کلا به درد نمیخوره. فکر کنم خیلی رو صورتم موند، باید سریع بلندش کنی. یه بار دیگه بیشتر میزنم ببینیم چی میشه. ببین، البته که این مایع بود، کرمی نبود. اینم تاثیرگذاره، ولی به هر حال این یکم میخوره احساس میکنم. هرچند اینم خیلی پیگمنت بالایی نداره که یه نقطه بزنی دیگه نخواد بزنی. البته خوب بلند کرد به نسبت. فکر کنم میتونید بهش این شانس رو بدیم. خیلی کیوت و قبولیه. ببین سری. آره، برای کرم پودر اصلا، ولی برای محصولات کرمی یا حتی مایع باز البته بستگی به چیزی که استفاده میکنیم داره. مثلا این کلا خودش خیلی خوب بلند میشه. میریم سراغ پودر فیکس. من پودر فیکس رو همیشه با بیوتی بلندر میزنم، امیدوارم که اوکی بشه. ولی خب یه چند باری با براش امتحان کردم، خیلی خوشم نیومد، خیلی برداشتم. اینم فکر کنم قرار نیست خوشم بیاد. یه لحظه صبر کنین. ببین براشاش خوبیش اینه که واقعا خیلی نرم و لطیفه. بعد میبینید چقدر خوب کشیده میشه. خوب بود به نظرم، اوکیه. فقط باید حواستون باشه خیلی بر ندارین، حتما رو دستتون اندازه‌شو کنترل کنین. انقدر کرم پودرمو خورد که اصلا اینا کاور نشد. هرچند کرم پودر من کاور بالا نیست، برای روزانه است، ولی به هر حال خوبی با براش ست کردن پودر فیکس اینه که کمتر استفاده میکنین، باعث میشه که کیکی نشین. دور چشممو با این نمیزنم، میخوام با اون بزنم ببینم چطوریه. چقدرم ساده دارم آرایش میکنم. میگم تینتر رو به همه جا میزنم جز لب، ولی الان فقط به گونم زدم، یادم رفت. میخوام با این بزنم. خوبه، خیلی خوبه به نظرم. اینم خیلی نرمه، خیلی هم خوب ست کرد زیر چشمو، کلا دور چشمو. اینم باحال بود، دوستش داشتم. حالا آخرش هم باهاش هایلایتر میزنم ببینم چطوره. حالا از ایشون میخوام برای رژگونه استفاده کنم، رژگونه پودری، ببینم چیکار میکنه. اینجوری نباید بزنید، باید بکشین، اونجوری جواب نمیده. خوبه به نظرم. یه پیگمنت کنترل شده میده. کم کم رژگونه‌تون رو اضافه میکنید، یه دفعه نمیزنید بگید چقدر زیاد شد. به نظرم خوبه. یکم بیشتر میزنم. خداش رو فرش افتاد، نشکست. من به اندازه کافی زدم چون نور زیاده، شما خیلی نمیبینید پیگمنتشو. خب تا اینجا من راضی بودم به جز کرم پودر. بیوتی بلندرش هم گفتم بعد تو شورت ویدیو امتحان کنم ببینم اون چطوره. باید چیکار کنم؟ سایه. خب الان رسیدیم به بخش سایه. میتونستم از این بزنم برای سایه، ولی از اونجایی که یه ست کامل برای سایه داریم دیگه میخوام از این استفاده کنم، ولی به نظرم اونم خوبه، اوکیه. یه مشکلی که دارم اینه که درش خیلی بد باز میشه. واو.
خب یه توضیح بدن درباره این دو تا از براشاش فرق میکنه با چیزی که باید باشه. تو این ست یه دونه براش حالت بلندینگ براشه ولی خیلی بلنده، نمیدونم برای چیه، فقط تو این ست براش دیده بودمش، اون توش نیست. از این لحاظ خوشحالم چون نمیدونستم چیه. ولی یکی از دلایلی که من اینو سفارش دادم به خاطر همچین براشی بود. براش کوتاه سرکش برای خط چشم و ابرو، حتی میتونید ازش استفاده کنید. همونطور که میبینید این خیلی داغون شده ولی خب من هرچی میگردم تک اینا رو به این خوبی پیدا نمیکنم. همشون موهاش کم تراکمه، خیلی بلنده، چون باید موهاش کوتاه باشه تا بتونید خوب ازش استفاده کنین. اصلا اون بلندا به درد نمیخوره. ولی خب متاسفانه نیست توش. میگم اون نیست. از این لحاظ یکم ناراحتم چون من اون براش خیلی برام مهمه، چون که من کلا با سایه خط چشم میکشم. از خط چشم استفاده نمیکنم، خود خط چشم، چون بهم نمیاد. با سایه بیشتر بهم میاد که خب متاسفانه نبود توش. فکر نمی‌کنم تقصیر فروشگاه باشه، به خاطر اینکه اینا کامل بسته بندی شده است. مشکل از کارخونه است نه فروشگاه. این باز میشه. خب اینی که میبینین برای جدا کردن موجه ها از همه وقتی که ریمل میزنیم، که خب من اینو نیازی ندارم بهش، هیچ وقت فکر نکنم ازش استفاده کنم. اینم فشار اومده بهش کج شده. صاف شو عزیزم. اول اینکه اینا هم نرمه، ریزش هم نداره. نمیدونم چرا این کرم پودری ریزش داشت. البته به خودش اینجوری میکنی ریزش نداره. وقتی داری کرم پودر میزنی یه سری مو خورده میریزه روی صورت. این دوتا شبیهن، فقط اینکه این تراکم بیشتری داره، این خیلی نازکه. میبینیم؟ کاش دوربین فوکس میکرد که نمیکنه. این تراکمش بیشتر از اینه. 313 برای مثلا خط چشم و اینجور چیزاست. جای همون سرکجیه که میخواستم باشه توش ولی نیست. توضیحات اونو نوشته ولی این شکلیه. حالا این برای چیه؟ 332. آها، این برای بلند کردن خط چشم و این چیزاست. مثلا میخواید خط چشم مهد بکشید، با این بلندش میکنید که مهد بشه. ریزه کاری. عزیزم این دوتا هم شبیه هم، جفتشون بلندینگ براشه ولی خب یه سری فرقا دارن. این هم موهاش بلندتره، هم تراکمش بیشتره. این یکم کوتاه‌تره، تراکمش کم. بکنم نه، از لحاظ تراکم فکر کنم خیلی فرقی ندارن. در از کوتاه و بلندیشونه که فرق داره. این فکر کنم مثلا اینجوریه که اول با این میکشی بعد با این بیشتر بلندش میکنی. احتمالاً برای همینه. برای خط چشم براش داره ولی اینه. این مثلا به درد آکوا، به درد خط چشمای کاسه‌ای و اینا میخوره که من استفاده نمی‌کنم. پس فکر نکنم به دردم بخوره. ولی اگه شما استفاده می‌کنید شاید به دردتون بخوره. البته این باید سرش خیلی ظریف باشه ولی همینطور که می‌بینید ظریف نیست، یکم پخش شده. نمیدونم شاید خیس بشه و بره توی خط چشم درست بشه. این دوتا هم در اثر فشار کجن. این میدونم این برای پک کردن سایه است. مثلا برای سایه های شاینی اینو میزنی تو سایه، میذاریش پشت پلکت اینجا یا اینجا، حالا هر جا که میخواین بزنین. که من همیشه از همینا استفاده میکنم که براش پک کردنه، ولی خب همه کاری باهاش میکنم. دماغمو کانتور میکنم، کل سایه‌مو با این میزنم، حالا چه برای پک کردن باشه چه بلند کردن. اصلا اینا برای بلند کردن نیست ولی خب من باهاش بلند میکنم و خیلی خوبم در میاد. این برای چیه؟ شماره 300 نداره که یا نه؟ ننوشته برای چیه. فکر کنم با این بتونی کانسیلر بزنی زیر چشم. یعنی یه مدل تو اون ست صورت اینو داره که هم میتونی باش کانسیلر بزنی هم سایه. تو این ست اینو گذاشتن برای کانسیلر فکر کنم. اینو یادم نبود بخوام از اینم استفاده کنم ببینم کدومش بهتره برای کانسیلر. ولی فکر کنم اینم چیز خوبی باشه. سایه عزیزم درش شکسته و ایشون که داره تموم میشه. اینو خیلی دوستش دارم.
من کلا کانتورینگمو با این انجام میدم، هرچند که رنگ برنزره ولی خب من این رنگو بیشتر دوست دارم تا کانتور. الان میریم سراغ سایه. از کدوم استفاده کنم؟ میخواین از این استفاده کنم؟ بیسمو از این میزنم با یه سایه روشن. اوکیه. خب تا اینجا که خوب بود. بچه‌ها این یادم نیست موی دراز داشت یا نه، ولی میکشمش در نمیاد. شاید داشت، فکر کنم داشت. حالا نمیدونم از بلندینگ براش استفاده کنم یا با این بذارم. بذار با این بذارم دیگه. تست کنیم ببینیم این برای سایه گذاشتن به درد میخوره یا نه. خب من از این رنگ برمیدارم. خیلی خوبه. من چون با این انجام میدادم و خب اینم یه 2-3 سالی هست دارمش دیگه، موهاش به نرمی قبلا نیست، بر هم یکم پوستم میسوخت بعد از اینکه از این استفاده میکردم. ولی این خیلی خوبه، نرمه، بعد قشنگ بلند میشه، اصلا نیازی نیست هی بکشی تا بلند بشه. خب حالا از یه سایه تیره تر میخوام استفاده کنم. من در حالت عادی بیشتر میزنم ولی الان دیگه فقط میخوایم تست کنیم. از این عزیز دلم برمیدارم، ایشون که دیگه داره به تهش میرسه. ببین خودش به تنهایی به نظرم خوبه. حالا بذار ببینیم با براش بلندینگ چجوری میشه. احساس میکنم شما چیزی نمیبینین. پیداست؟ بذار یکم بیشتر بزنم. خودش به تنهایی هم اوکیه ها. ببینم بلند میشه. بذار امتحان کنم. این از همون ست صورت و اینا بود. از کدوم استفاده کنم؟ بذار ببینم. جایی هیچ فرقی نداره. یه کمی تراکمش نسبت به اون کمتره ها، بلند بیشتری میده بهتون، ولی خب خیلی هم ضروری نیست. البته بستگی به سایه که میزنینم داره دیگه، رنگش، جنسش که خوب بلند بشه. مثلا اگه واقعا سایه‌ای باشه که سخت بخواد بلند بشه شاید اینا واقعا به درد بخوره، ولی الان در حال حاضر به نظر من خیلی ضروری نیست. خودش اوکیه واقعا. این بزرگتر است. البته سایه بیسیکی دارم میزنم. این بلندینگا برای مثلا سایه های اسموکی خیلی به درد بخوره. من گفتم میکاپی که خودم بیشتر وقت انجام میدم و انجام بدم ببینم چطوره، اینجوری بهتر میتونم بسنجم، وگرنه اینا برای سایه های اسموکی خیلی به درد بخوره. میریم سراغ ایشون که کج شده برای زدن سایه شاین. من از این استفاده میکنم، اینم مورد علاقمه. مطمئنی با این؟ بذار ببینم. فکر کنم باید با این میزدم. این بزرگه. آها میدونی این برای چیز خوبه، مثلا این گوشه چشم بخوای شاین بزنی خیلی خوبه. این برای مثلا سایه هایی که کل پلکت یا نصف پلکت رو میخوای شاین بزنی خوبه، چون بزرگتره، حجم بیشتری رو اشغال میکنه. الان فکر کنم از جفتش استفاده کنم ببینیم کدوم بهتره. میبینین؟ فکر کنم الان بهتر میبینین. خوبه به نظرم. حالا از ایشون این کوچیک‌تر است. میخوام از این بزنم ببینم چی میشه. این فکر کنم برای کسایی که ابروهاشونو با کانسیلر و اینا کادری میکنن خیلی به درد بخوره. حالا من الان میخوام بزنم اینجای ابروم، یعنی میخوام هایلایتر بزنم اینجای ابروم. خوبه. خب برای خط چشم امتحان کنیم ببینیم میشه. فکر نکنم بشه. من خیلی وقته که برای خط چشم از قهوه‌ای تیره استفاده میکنم، مثل این که داره میشه، ولی خب خط چشم دلخواه هم نیست. ببین شدنش میشه باش خط چشم کشید، ولی خب خیلی دستتو باز نمیذاره تو مدل خط چشمت، چون هر چیزی میتونه در بیاد ازش. الان مثلا اینجاهاش خیلی پهن شد، بذارید یکم بیشتر بزنم ببینم چی در میاد ازش. وای نه، اصلا همچین خط چشمی رو دوست ندارم.
به درد خط چشمای محو میخوره. میبینین خیلی تیز و دقیق نمیشه. بذارید از این استفاده کنم. فکر نکنم برای پودری خوب بشه، ولی حالا امتحان کنیم. فکر کنم داره جواب میده. مثل اینکه این داره جواب میده. ولی این خیلی خوبه، بهتر از اینه. اینو پیشنهاد نمی‌کنم برای خط چشم کشیدن. میگم بیشتر به درد تمیزکاری میخوره. حالا چه برای دور لب باشه، مثلا رژتون اگه زده بیرون میخواین تمیزش کنین، یا چه برای خط انداختن مثلا خط چشم، یا مثلا از این سایه هایی که کات میخوره، برای اون مثلا شاید خوب باشه. یا حتی میگن برای تمیز کردن دور ابرو به درد اینجور چیزا میخوره. ولی این اوکیه، اتفاقا خیلی ظریف میکشه. الان اینم خیلی باب میلم نیستا، چون ویدیو تایمش زیاد میشه خیلی نمیخوام ور برم، ولی اینو بیشتر میپسندم تا این. تا اینجای کار اوکی. بریم کانتورینگ دماغ و گونه. برای گونه از این استفاده میکنیم، چون این خیلی بزرگه. احساس میکنم شاید خوب نشه. البته چون که یه حالت اینجوری داره، اینجاش کوچیک‌تره، میشه از اینجاش استفاده کرد. با جفتش امتحان میکنم ببینم کدوم بهتره. اول میخوام از این استفاده کنم. این اوکی بود. خب حالا این طرفو میخوام از این استفاده کنم. کم برداشتم که یه دفعه گند نزنه. از این بیشتر خوشم اومد. حس میکنم این سرعت کار رو بیشتر میبره بالا تا اون کوچیکه. اون یکم هی طول میکشید تا بزنم، ولی این خیلی اوکی بود. به نظرم این بهتر بود برای کانتور پودری. خب حالا کانتور بینی. برای بینی از همین استفاده میکنم که برای پکه. اوکی داره خوب پیش میره. اینم اوکی بود برای کانتور بینی. برای شاینم که اوکی بود، چون کارش همینه، بایدم اوکی باشه. دیگه چی مونده؟ هایلایتر. خوب بلند کرد، خطی نشد اصلا، تیکه‌ای هم نشد. برای هایلایت کردن بینی این همونه که گفتم برای جزئیات و ریزه‌کاری خوبه. الان ما دقیقا همینو میخوایم. خوبه. خب فکر کنم الان دیگه ریمل و رژ مونده بزنم. ست صورت رو که کامل استفاده کردم تا اینجا. ست چشمم از این استفاده کردم. اینم الان استفاده کردم. اینو فقط استفاده نکردم که برای کانسیلر بود دیگه کانسیلر زدم. این که نمیدونم استفاده کنم یا نه. حالا ریمل میزنم ببینم چی پیش میاد. خب من ریملمو زدم، موجه های پایینمو دیگه نزدم. به نظرم اوکی بود. از ایشون استفاده کنیم ببینیم تاثیر خاصی داره یا نه. تاثیرگذار هستا، قشنگ تار به تار باز میکنه، فقط یکم طول میکشه. همین کاری که من میکنم، یعنی اینجوری میکنم، این خودش دقیقا همین کار رو میکنه. خیلی هم لازم نیست اینو داشته باشید. حتما داشته باشیش خوبه، نداشتیش هم باز اتفاق خاصی نمیفته. الان دیگه فقط رژم مونده. میرم رژمو میزنم میام، بعد راجع به اینا صحبت میکنیم. خب اینم از آرایش من. حالا وقتشه که راجع به اینا حرف بزنیم، ببینیم که کدومش بهتره. خیلی خلاصه و صادقانه بخوام نظرمو بگم، به نظرم این ست خیلی بهتره و کاملا ارزش خرید داره. حالا چرا؟ چون که خیلی کاربردیه به نظر من. شما میتونید یه میکاپ کامل رو از این در بیارین. هرچند که برای کرم پودر اینو پیشنهاد نمی‌کنم اصلا. کرم پودر رو میخوره، هم پچی میکنه، هم یه سری خورده مو روی صورت میریزه. این برای ست کردن پودر فیکس بود، خیلی خوب بود. برای هایلایتر هم بازم خیلی خوب بود. اینم که عصای دسته کاملا تو این میکاپ، هم میتونید باهاش کانسیلر بزنید، هم میتونید سایه‌تون رو باهاش بزنید و به نظرم خیلی هم اوکی بود. اینم خیلی خوب بود. میتونید صورتتون رو باهاش
فیکس کنین، رژگونه پودری بزنین و همچنین کانتور یا برونزر پودری. اینم به نظرم خیلی خوب بود. همه چیز این ست به نظرم کامله و کاربردی کاملا خیلی هم خوب بود. فقط برای کرم پودر میمونه که اینو بعد امتحان کنم دیگه توی شورت ویدیو. 1000 بار گفتم تو شورت ویدیو امتحانش میکنه. در کل حالا کرم پودرن فاکتور بگیریم به نظرم براشای خوبی هست. حالا این ست اینم باز خلاصه و صادقانه بخوام نظرمو بگم واقعا ضروری نیست. نخریدین همون ست اول اگه بخریم واقعا کار رو اندازه. ولی حالا این ست کلا ارزش خرید داره یا نه؟ اگه طرفدار میکاپ های حرفه‌ای و سایه چشمای مختلف و متفاوت و مخصوصا اسموکی اگه اهل اینا هستین این به دردتون میخوره واقعا. فقط اینکه نمیشه خیلی انتظار حرفه‌ای ازش داشته باشید، به خاطر اینکه اولا اون براشه که بهتون گفتم، همین این براش سرکج که برای خط چشم و ابرو استفاده میشه، این خیلی مهمه که داشته باشه که خب نداشت. هرچند باید داشته باشه و دارن بقیه هم، ولی اینی که من گرفتم نداشت. حالا شما سعی کنید از یه جایی بگیرید که میدونید حتما اون توش هست، یا اینکه حضوری بخرین که خیالتون راحت باشه. اینو که گفتم برای ایزوله کردن موجه هاست وقتی که ریمل میزنین، که گفتم داشتنش خوبه ولی خیلی کاربرد خاصی نداره که بگی خیلی خوبه اینو حتما داشته باشن. اینم که اوکیه، براش پک کردن نیاز میشه واقعا. اگه اهل شاینی هستین که من هستم این به دردتون میخوره. این یکی هم که خیلی مشخص نبود برای چیه، چون اصلا ننوشته بود روی جعبش، ولی فکر کنم برای کانسیلره که خب من نمیدونستم و همین نشد که استفادهش کنم. حالا اگه خواستین اینم امتحان کنم بهم بگین که تو شورت ویدیو براتون امتحان کنم. این دوتا هم که تفاوتشون، خب این دوتا که فکر می‌کردم شبیه همن و هیچ فرقی با هم ندارن، این که بزرگتر بود و تراکمش بیشتر بود برای هایلایت کردن خوبه، هایلایتر حالا گوشه چشم، بینی. این یکی هم که گفتن دیگه، این که نازک‌تر و کوچیک‌تره برای کات کردن سایه، خط چشم و اینجور چیزا خوبه. تمیزکاری مثلا دور رژ لب، حالا هرچی. این دوتا بلندینگ براش، راستش من خیلی تفاوتی بین این دوتا ندیدم، مگر اینکه تو سایه هایی مثل اسموکی امتحان کنی شاید اونجا واقعا تفاوتش مشخص تر باشه، ولی خب من الان فعلا تفاوتی تو این دوتا ندیدم. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو، امیدوارم به دردتون خورده باشه و تونسته باشه روی تصمیم گیریتون تاثیرگذار باشه. اینکه کدومش به دردتون میخوره واقعا بستگی به نیازتون داره. اگه اهل میکاپ روزانه هستین ست اولو پیشنهاد میکنم، اگرم اهل میکاپ های حرفه‌ای تر و سایه های مختلف و اینا هستین به نظرم جفتش اوکیه، میتونید جفتشو بگید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. حتما نظرتون رو برام بنویسین و بگین که این سبک ویدیو رو دوست دارین یا نه، بازم براتون تست بگیرم یا نه.